بس کن آخه بس میروم میدونم که میروم نرزن بس کن نزن میروم باید به اینجا می آمد شاید از برای دعوای با امکی همی داشته شد دشمنیشان در گذشته مان دیلا خاله زیلا باید می آمد تقدیم میکند خیلی خواتیرم شاید رفتم ببینید خوب شد دست بردیم توهی رو جیغ نمیزنی دیلا ببخشید من کار دارم رو جیغم گفتم من اشواز جیغ میزنم آقای توهیر آنها بیا با شما گفت زدن میخوام پریشان می نمایم با دقت باشید تو خواتیر نشد دیلا رو دامادی من آفادی نازنینی من مبارک شود تشکر رفت کنه تبدیل کنه برای مرا از اینجا بردنتان با نیرنگ و دروغ ده شده چطور شما توانیستید مادر دلیک را به اینجا آورده با من دام گذاشته مرا از این دهه از مادرم از دوست داشتم جدا کردن خواسته با این موفق نمیشه روید من میروم اما تو هم با من میروی با فکرم حال شما خوب نیست با من میروی وگرنه به نزدیک حامد رفتم برات بودن تا میگویم با شما باور نمیکنم من راهش را میدانم با او اثبات میکنم که تو را زلال و مصطفی داده بود این کار را کردن نمیدانم میتوانم با من میروی طاهر؟ نمیروم خالای زیلوز دیلا اینجایم دیلا آماده باشد آقای حامد همه چیز آماده همه شما را انتظارم برای چی دل کردید این طور باشد زودتر آنها را نکاح آقای حامد به شما وقتی خیلی مهمی دارم خیر از خانم را بیا اگر از نیکو هم چیزی مهمتر بوده است بله بخیر آقای حامد بله
دمی تو مامور نیکارا با جایش برده شما خوب شجاعت آقای امید مرحمت بزنید سلام علیکم خیلی خانم رو بیا گپتون رو زودتر بگید گوش کنید آقای حامد شما از پسی کار باید داشته من خدا بکنیست مایده گپ جان اما دیر نکن حاضر نیکار رو سر میکنم باری دیگر پیش آمده آقا مرحمت بزنید رقص کنید ها شد شما بردید میرویم خانم اما اول باید با زینب علاج کنم خوشبخت شوی دخترم تشکر پدر جون. خالای زلال در کجا باشند؟ چرا به توی ناومدند؟ خالا؟ خالای زلال؟ خالا؟ خالا جان خالای زلال در کجای شما؟ خدایا خالا جان هیچ چیز رو نمیفهمم و خود کس در وقتی توی خودش قید زند اون نور رو شرمنده میکند به خدا شرمنده میکند او چی؟ ما رو مسخره میکند مگر شما بیهوده خواطر میشوید ما در همین جیغ دارم خاطر جیغ میکنم راو بین هیچ چیزی رو نمیفهمم خالای زلال خالای زلال خالای زلال با شما چی شد؟ خالا باید با آقای دوهی خبر رسانم تاریک همه جا خالا جان خالای زلال چشمانتان رو کشوید به خدای خالا جان خالای زلال چشمانتان رو کشوید خالا جان طاهر در اینجا هم نیست من به تو چیزی گفتن نتوانستم زینب بدون که این ساعت جدایی ماست بدون که من از مجبوری میروم مرا ببخش گریه نکن وزیقم نشو زینب ببخش زینب ببخشید مادر جان
يا سادة، عم يحاولوا يحاصرونا من كل الجهات. نحن تعرضنا لضربة قوية، ما قدرنا نغلق ملف القضية لأنها كانت بالتحقيق، وعرضنا حالنا للخطر لأنه كنا ناويين السيطرة على كل شيء، وهذا من حقنا الطبيعي. الكرة هلأ بملعبنا. إذا ما قدرنا نفعل خطط المظاهرات بالمنطقة وقت جميع المخططات اللي حطيناها رح تفشل. لحسن الحظ إنه عنا خطط مستقبلية من الألف حتى الياء. الكرد والترك وجميع الطوائف الموجودة لما بصير في اقتتال بين العالم وبين القومي والوطني رح يكون ضمن نطاق قانوني. يمكن يكون هذا حل من الحلول. بالوقت اللي بيكونوا هن مشغولين فيه بالتشريعات بنقدر نحن نحط تشريعات قانونية بتخلينا نجر الدولة للحرب الأهلية، وبنفس الوقت أكيد رح نحصل على دعم خارجي. بالإضافة إنه في حرب طائفية ومذهبية، طلاب الجامعات والمجتمع المدني حطوا ببالهم خطط تخلق جو من الرعب جوات الدولة من خلال إعادة الحروب، وخصوصي الحروب بين الطوائف المسيحية، ورح نخلي كل الطوائف تعلق مع بعضها وتنزل للشارع. وقتها هاي الدولة رح تكون مثل قنبلة موقوتة، ورح يكون في عشرات الأطفال بالشوارع مثل الألغام المتحركة. هالولاد رح يكونوا جاهزين ليعملوا أي شيء بدنا إياه ومقابل شوية مصاري بس. نعم، كل أطياف الدولة لازم يعلقوا بين بعضهم البعض. نحن لازم نفتح الطريق قدام الحقد والكراهية والحرب بكل المنطقة، وخليهم هالوطنيين يتبنوا الشعارات الفاضية اللي بتبشر بالسلام، لأنه هي المصطلحات الفارغة ما إلها معنى عنا وما بنآمن فيها. وبعد كل هي الشعارات رح تهب عواصف حزيران جديدة بهي الدولة. يا سادة، إذا انتهت الحرب الطائفية بالمنطقة، أصحاب الجبال والطاقم السياسي رح يحسوا بخيبة أمل. الشعب مل من الخناق، وانتشرت الخطابات اللي بتحذر من الاقتتال من خلال الإشارة إنه هدول اللي عم يتقاتلوا بين بعضهم هن أبناء هي الدولة، وفهموا بالأخير إنه تم استغلالهم حتى إنهم صاروا بيعرفوا إنه مركز القرار هو هون. حسب المعلومات الاستخباراتية، القيادات العليا الموجودة بالتنظيم تم كشفها عن طريق اللي استسلموا من التنظيم. رح يتم اختيار قيادات جديدة لأنه صار في اعتداءات كتيرة متكررة وكلها صارت بالجبال، وما حدا حط قوانين تحافظ على وجودهم هنيك. 99% من الأكراد ما بيتفقوا معنا لا بالاتجاه السياسي ولا بالاعتقادات المذهبية ولا بالانتماءات الطائفية. لهالسبب لازم نرفع من شأن الكردي، لأنه لما تأسس التنظيم كان بيعتمد على إيديولوجية ماركسية، لهيك كانت تتنكر لكل شيء بيتسمى كردي أو تركي. نحن لازم نضل ماشيين على نفس الوتيرة، بس لحتى نقدر نحصل على هدفنا لازم نضغط عليهم لحتى ترتفع حرارة المعركة الداخلية وتعلق. طاقم الجبل عنده أزمة، نحن لازم ندعمهم بالأعضاء. الشتي قرب، رح يجنوا إذا قروا نفس الكتاب بالمغارات. انتو شو بتقترحوا؟ خلي أعضاء التنظيم يروحوا عالضياع لعند رجالنا الموجودين هنيك، وخليهم يكرموهم ويحتفلوا فيهم. لازم نقنع شباب المنطقة يروحوا على الجبال لحتى يكملوا الرسالة تبعنا. بس لازم بالأول إنه ننهي الشعارات الفاضية اللي بتنادي بالسلام والأخوة لحتى نبقى القوة العظمى بالمراكز والمناطق المجاورة. ما رح نشرح الخطة النهائية من الحرب الطائفية اللي رح تصير عن قريب، لأنه هي الخطة هي اللي رح تخلينا مسيطرين على الأوضاع ودائما عم نحقق كل أهدافنا. لازم نستغل يوم ذكرى تأسيس التنظيم ونبدأ طبعاً من المدن الكبيرة، ورح ننتقل للمدن الساحلية وبعدين الداخلية. لازم يكون في مظاهرات، ولازم تتواجه قوات الأمن بالحجارة والعصي والأناني الحارقة والمسيلة للدموع. لازم يخربوا مراكز فروع الحزب الحاكم لحتى يوصل صوت المظاهرات لكل الدنيا، لأنه غير هيك لا يمكن نوصل للشيء اللي بدنا إياه وعم نخطط له ولا تكمل لعبتنا الجديدة.
گفته بودم که طاهر رو میارم. کنی در کجاست؟ انا اونجاست. طاهر پسرم. گمان کرده که طاهر رو آورده میتوانه او با زینب میمونه. نه او با ما میرود چون که من مادرش هستم. تو وقت زینب زنده است طاهر اصلا با ما نمیرود. زینب رو کشید اونو. پسرم نرم تصدفه نرم قلبه میخوام بکشم مرا. او رو میکشم. طاهر پسرم. مادر پسر جانم. شما چی دم آمدید؟ پسرم تو کجا شدی؟ میرم گفتم دی باز برای چی مرا منتظر نمودی؟ چهر منتظر؟ شما چی ها میگویید؟ گوش کن وقتی که تو ناومدی دلکم رفت. ایستید مادر آرام شوید. دلک کیست؟ شما رو نمید. چرا پسرم؟ تو دلک رو در خاطر نداری؟ دختری دوست داشتن با او خانه دار شدنی بودی. چرا در خاطر نداری؟ انا بین این اولی مکتوب عاشقانه به او نوشته است. گفته بودی همراه از اینجا میروی پسرم. جانکم پسرم. خانم روبیه خوش آمدید. خوش باش. دلک رفیق دوره کودکی هم بود اما حاضر در کجا بودنش رو نمیدونم مادر شد. مادر شد الان نیگر آمد. در کجا بودی دخترم؟ طاهر انا در اینجاست. نه در اینجا نیست. او با زینب است. همراه زینب میموند. ایست نرم من طاهر رو راضی میکنم. خواستت رو بجا میورم. ایستو نرم ببین طاهر آخه به این طرف بیایید به این طرف گذارید بیایید به اینجا بیایید مادر جان آرام شوید کمی استراحت کنید. تو مرا مادر گفتی؟ باید چی میگفتم مادر جان آخر شما مادر هم هستید. البته مادر هستم. من مادرت هستم. دلا در انبار داروی آرام کننده هست. باید باشه تو مرا مادر گفت. نمیداند که مادرش نیستم. پسرم پدرم شما رو انتظارم. زود بیاید گفتم. مایلا شلی مادرم حاضر آمدن کمی بدتر میروم. خب چی در پس پسرم؟ کی توی دارد؟ تو حالا هم با زینب خاندار نشدی؟ نه مادر جان به نزدیکی خاندار میشویم.
سروسی من نشبت میرزد یکای گولی همین قدرش کفایه است میرسد یا اینکه باز بیارم امید لازم نیست میرسد اگر لازم باشد گوید باز میارم لازم نیست امید تشکر پدر مادر آقای طاهر اومدن خدای توبه این زن بیمار بود که از بیمارخانه جواب شده است معلوم می شود که شفا یافتند راست لیکن چرا با ما خبر ندادن؟ خدای توبه دخترم رفته خوش آمد رو خبرگیر عید می شود البته حاضر می روم احتیاط کنید پسرم پایان رو هم سفید کن احتیاط کن رفتیم پدر رفتیم زودتر رفتیم دخترم ها مادرشون از بیمارخانه شما رو کی جواب دادن؟ خبر میدادید ما رفته شما رو می آوردم. بیمارخانه رو یک سو گذار پسرم در آنجا دلم تنگ شد پسرم پسر جانم تو مرا پزمان نشدی البته پزمان شدم مادرشون البته پزمان شدم خانم رو بیا خوش آمدید خفه نشوید آمدنتون رو نفهمیدم موندیم خوش آمدید خانم رابیه از دیدارتون شدم خوش باشید ما خانم رابیه را به خانه میبریم کمی استراحت کنن خوراکی گرم خورن جامدانتون در کجاست من برم؟ اگر اوه دخترم یک دمیز من خودم میگیرم شما زمان نکشید مانت پدر من میبرم دخترم صبر کن من خودم میبرم دخترم من خودم میبرم صبر کن دخترم جامدانتون رو گرفتم خانم رابیه بیاید رفتیم و خانه میرویم رفتیم مرحمت کنید به خانه ما مرحمت کنید رفتیم زینب رفتیم تو نرو من به تو گرد دارم مایلش بخیر است زینب دانسته باش مادرم رو جواب ندادن او از بیمارخانه گریخته است تو چه میگوی طاهر اکنون چی کار میکنیم نمیدونم زینب سخت بیمار است بیماری روحی در کدام سطح قرار داشتنی بیماریش رو نمیدونم باید با دقت باشیم زینب مرحمت کنید آقای حمید آقای حمید خوش آمدید خانم خوش باشید یک دقیقه آقای حمید در کجا میگردید در همه جا شما رو میگیرم رئیس کی شد باز دمیر زنگ زد کمی دیتر زنگ زده کی بودنی برات رو با آقای حمید میخویم گفت چی؟ من میروم آقای حمید شما هم زودتر بیایید دیر نکنید خوب نایلش عجبو دوغم برات تصمیم گفته باشد یا خدایا کنیشر بچه ها مشق کنید نفس اصف نبرا در جایت نیست گذر برابر شو راست شو من همینطور هر نفره که نشان را پرانده تواند به او توفه میدیم کنی سر کنید دوغم به اینجا نمی آید بیهوده رو انتظار میشه گلتین گیر خور گذر چند روز هیچ چیز نخورده ای نمیتواند چرا نامد؟ ایتن گفته بود کمی کار دارد بعد می آید چند روز گذشت هوا هم نیست ایتن این رو گفت نه خود به سخنان آن مار باور کنی من به جای تو می بودم اصلا باور نمی کردم من رفته از او می پرسم و من در کجا بودنی دوغر را می گوید مگر نه از اینجا می روم گوش کن گلتین از جایتان خیزد چی شد گلتین؟ چی میخوایی؟ اپا دوغن هوا هم نامد شما گفتید کار دارد می آید چرا نامد با او یکم واقعه شده است چی واقعه؟ ای دختر اینقدر ساده بوده ای نخود با او باور کنی یکان واقع نشده است دوغن را فراموش کن به نزدت نمی آید او به دیگر دختر دل بسته است همین ترنه ایتین راست البته او آنقدر هم انسانی خوب نبود حالا کی میدوند که از پسی کدام دختر میدود او را فراموش کن دوغن این کار را نمی کند دروغ میگوید همه تون دروغ گوید همه تون فریب گرید دمت را گیر ابله دوغن نیست فهمیدی نیست و نابود شد فهما مرا فهمیدی اگر از این پس گفته هایم را اجرا نکنی آدم بری رفتار نکنی عاقبتت خوب نمی شود فهمیدی مرا فهمیدی دوغن
تو را نابود کردن دوغن. ایتین غراز نظرم دار کن. قزبان کنی همان برو از اینجا بر. اطاعت کماندان. اینها چطور سلاح را ندارند. نه ایتین زودتر باشید. نشان گیرید گفتم یک طرفیست. از شما جنگاور نمیبراید. زودتر نغمه نکنید. روید از اینجا. روید اول رفته سلاح داشتن را آموزید. روید زودتر روید. چکار کردید؟ آنها را یافتید؟ آدمانمان در همه جای الماز مجدر و جستند، اما زنها نشانی هم نرفتند. کی میداند به کجا رفته باشند؟ حتما آن خائن را میابم. رفت لابای سینون به ده آبی کلان رو. از مادری مجدر چشم نکن. او حتما ما را به نزدیک آن خائن خواهد برد. رو زودتر رو. صفات و مکس را دوام ده. ایتن گوش کن. در کوه خودش تنها چیکار میکند؟ برفین بس است اکنون مجبورش نکن. میبینی که گپ زدن نمیخواهد. چی شده است؟ تنها یک سوال دادم. کچه چرا گپ نمیزنی؟ چرا دانستن میخواهی برفین؟ نرنج، تنها یک چیز رو پرسیدن میخواهم. چی طور از محبس آزاد شدی یا اینکه گریختی؟ گوش کن برفین، دیگر تکرار نمیکنم. بیزار کردی. دیگر از من چیزی نپرس. فهمیدی؟ نپرس. خیر میلش راه همان رو دوام میدهیم. این بگاه شما رو به سرحد میبرم. اگر یکان مشکلی نبروید به اون طرف سرحد میگذاریم. در اونجا چقدر میمونیم؟ معلوم نیست برفین. شاید دیگر هیچگاه بر نمیگردیم. خدا میداند شاید بر نگردیم. دشوار است. مادامی که دیگر بر نمیگردیم بعد همون رفته با مادرم خیر خوش کردن میخواهم. نمیشود، زیرا وقتمون تنگ است. اگر به دست افتید شما را میکشند. رفته نمیتوانی. مادرت رو فراموش کن. چی خیر؟ برفین بس کن آخر. سرمان را در بلا نگذار. یعنی شما گفتنید که تا آخر عمر مادرم رو نمیبینم؟ این طور نشود. کی مرده است کی زنده؟ باری آخر او را با آغوش گرفتن میخواهم. با او خیر خوش کردن میخواهم. میفهمید؟ گیره کردنی برفین رو نمیخوای الماس؟ برفین گریه نکن. تو به نزد مادرت رفته نمیتونی، لیکن من خالای زیلول رو به نظر میارم. تشکر کیچه. تشکر اپا جون. مادر؟
پسرم چی شد مادر جان؟ چرا گریه میکنی؟ من گریه نکنم که گریه کند. پسرم خانه دار می شود و من رفتن نمی توانم. چند روز است که حالا هم از دخترم خبری نیست. در جای باوریناک بودنشان را میدانم مادر. حتما یک روز خبر میفرستم. چی شد پسرم؟ تو برای چی اومدی؟ مادرم اومدم. تو چی ها میگویی پسرم؟ او در بیمارخانه نبود مگر؟ چی او را جواب دادن؟ گمان نمیکنم که او را جواب داده باشند. به فکرم او گریخته است. نخود دفتر قید بیمارخانه را مکتوب گفته به من آورده است. خودش نمیداند که چی کار میکند. و چه خیلی بیمار است پسرم؟ چی کار کردنش را نمیفهمد. کوشش کنید که با او روبرو نشوید. او نباید فهمد که من حقیقت را میدانم، وگرنه برات بودنی ما را به آقای حمید میگوید. خدا نگهدار. مایلش پسرم، مایلش براتم. هر چیزی که تو گویی همان را میکنم. تو برای او زیق شدی؟ چی توضیح نشوم مادر جان؟ سالها باز او را مادر گفتم. او مرا به وایه رساند. حاضر باشه در این حال او را دیده دلم برایش میسوزد. چی علاج پسرم؟ از دستمون کاری نمی آید. بهترش او را به بیمارخانه بر. حاضر او را برده نمیتوانم مادر جان. پسرم می ترسم که برات بودنت را به یگان کس گوید. میدونی چی می شود؟ خواطر نشوید مادر جان. رفته با تقویم زنگ میزنم که او را گرفته ببرند. خیر، میلش رفت. یا خدایا یا خدایا، زود زنگ میزند. گفتی چرا زنگ نمیزند؟ من از کجا دانم؟ کنیک ببین سیمش باز کنده نشده. حاضر کار میکرد که الا زنگ زده. گیرید. الو دمیر، توی پسرم؟ بله منم آقای حمید. گوش کن دمیر، برات را یافتی؟ این راست است؟ بله راست است آقای حمید. رو برات همون داغن است پسرم. نه آقای حمید داغن نیست. پسرم تو با اکم رفع زنگ زده برات داغن است نگفتی مگر؟ نه به خدا من این خیلی نگفتم. خیر این طور که باشد برات کیست؟ برات کیست؟ من هم خدمت مصطفی کماندان را یافتم. کمی مشکل بود اما در آخر یافتم آقای حمید. اگر گویم در تعجب میمانید. برات دکتر طاهر است. الو دمیر گوی برات کیست؟ ربزن برات طاهر است گفتم آقای حمید. نشونیده؟ برات طاهر است. الو مرحبا علاقه کنده شد خدایا. گذره یه بلا زنه دقیقه هایم تمام شده است. سراسی بریم برادر رفته. بیایید از بالا سر گذاره. رئیس تلفنات باز از کارو برای من. کار میکرد که انا گوش کنید کار میکند. این رو بینه وقتی که بودنی برادر رو گفتن علاقه کنده شد. البته می آید. البته دمیر می آید و کی بودنی برات را به من میگوید. حتما میگوید. بخیر است؟ چی شد آقای حامد؟ هیچ چیز نه پسرم، هیچ چیز نه. خیر من به نزد میمون ها میروم. مایلش رئیس ممکن است به یک جا زنگ زنم؟ البته دکتر چرا نه؟ مرحمت گذار. Bakarım sarı bağlarla kız söyler Ondan kizlenir. Moderi doğmadı da sırası bağlarla kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem lo börek sever. تشکر. Niye ben ölmüş müyem lo
مرحمت خانم رودیا برو که توی از شما هم چشید Zülfün yüzüne perde, devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Löberde, löberde. دخترم دخترم زیبا شده ای دخترم لباس های عروسیت هم همین خیلی زیبایه. این رو شما بها میدهید. بیاید به شما نشان دید. رفتیم. Niye ben ölmüş müyem lo asyam karalar bağlar lo berde lo berde. Merhaba güzel. خوش باشی زینب. طاهر پسرم خوب کردی که اومدی طاهر. من لباسهای عروسیم رو با مادرت نشان دادنی بودم. مادری رحمتی هم ریختند. بعضیشون رو با شدیم گیگولی. در حقیقت لباسهای عروسیت هم زیبایند. میدونی چی زینب، اینها رو بعد آمده میبینم. من مادرم رو میبرم کمی استراحت میکنم. همینجا استراحت؟ نه با اینجا مهمانان میآیند، شاید ناراحت شدن. نه من خوبم پسرم. ها خوبم. من مادرم رو به کنوه هم برده خودم با نقطه‌ای که میمیرم زینب. بیا خودت میدونی. رفتیم مادرش. انور آوردن جان انور جان انوری انور جان چه شدم جیان؟ خیلی خوشرو شده دمک. حتی داماد شما رو دیده حسد میبره. راست میگویی خوشرو شدم؟ چه گپ است امید؟ مهمانان آمدند. بیشترم تو با توی خونه رو مرحمت دمک. زود رو شما با من دروغ گفتید اکا. چه دروغ حمید؟ اکا مگر شما نگفته بودید که با دمیر صحبت کردم کی بودن براد را گفت اکا؟ نه با من دمیر نیو احمد گفته بود. از دروغهایتان بیزار شدم، میفهمید؟ بیزار شدم. قریب با دروغ شما یک آدمی بیگناه را به قتل میرساندم اکا. نه این طور نمیشود اکا. پس از توی هر کس با رای خودش. دانش تماند اکا، دانش تماند. حمید ایستا اکا دعوای خونی با آخی رسیده است گفته بودیم. اگر زیلال فهمد چی میشود اکا؟ رفتم میگویم که برات را یافتم. کی بودنی بیشاتی ها را باید آند اکا. زیلال بخیر است امید؟ بخیر است زیلال، بخیر است. دروغهایت آشکار میگردند. برا زنده بوده است. کی بودنش رو هم میدانم.
مادامی میدانی با من هم گوی کی بوده است پسری من؟ دمیر کی بودنشو میداند، حالا در راه است تا بیگا بده همی رسد. قسم یاد نموده بودم که برات را به قتل میرسانم. این را فراموش نکن زلال، این را فراموش نکن. دیگر کس را دوست می‌دارم آقای فؤاد. اما او خانه‌دار می‌شود. دلا با تو چی شد؟ خوب هستی؟ آخه شما باید در توی خانه باشید. دکتر پسرم چی شد خاله زلال؟ با تو گپ دارم. احوال مادرم خوب نیست دلا. او رو با کل بچه هم بردم لیکن خواطرم یک دو روی آرام کننده و آماده خوب شده است. بیا. آه پسرم حامید برات بودنت را میفهمد. از کجا میفهمم مادر جان؟ حامید به خانه هم آمده گفت که دمیر همه چیز را فهمیده، قلقه برات بر آمده است. سردارانمون چی امر نمودن سینان؟ هیچ چیز نمیگویی؟ گفتم که با آنها هجوم میکنیم. برای چی؟ ایتن بسیار سوال نده. مایلش سینان سوال نمیدیم. ما باید هجوم کنیم زیرا میخوام درباره ما با واسطه تلویزیون گپ زنند. فهمو؟ خدایا سیناداران آن آدم کیست؟ شاید جنگلبان باشد. ایستا نگوره ایستا بگویم ابله ایستا من باشد ایستا. اطرافش را محاصره کنید. زود باشید. زودتر. چیکار کنید سینان؟ رفته به سرش یک تیر پرانه. نمی ارزد مرده است. رفتیم بچه ها رفتیم. زودتر باشید. دمیر به ده آید همش اشکال می شود. از کجا معلوم که او میداند یا نه؟ غم نخورید مادر جان. آخه این طور نمی شود پسرم. آنها در آخر برات بودنت را می فهمند. هیچ چیز نمی شود پروا نکنید. آقای طاهر آقای فؤاد به هوش من باید روم مادر جان.
با تو چی بدی کرد؟ چرا او رو کشتی؟ او آدم تشکیلات است، از پس شما میگشت. چیچا این تویی؟ تو در اینجا چیکار میکنی دخترم؟ حالا وقتی این گونه گپ ها نیست خاله. برفین و یلماز شما رو انتظارند. چی؟ تو چی گفتی دخترم؟ این رفتیم احوالشون خوبند خاله، خوبند، رفتیم. مادر جان جانکم، گمان کردم که دیگر شما رو نمیبینم. برفی شاید از این پس هم دیگر رو اصلا نبینیم. این طرف نگویید مادر جان. چی گویم دخترم؟ تقدیرمون رو نمیدونیم. کی آمدنی مرگمون معلوم نیست. خاله ما باید هر چی زودتر از اینجا رویم. یعنی میرویم؟ کمی حالا از مادرم سر نشدم. حاضر اگر برویم سحری به سرحد میرسیم زودتر. شتاب کردم روزی. از من روزی باشید مادر جان. شیری دادم به تو حلال بود دخترم. یلماز دخترم به تو امانم. امانتتون را چون گوهرگی چشمم احتیاط میکنم. این مکتوب را برای دیلا نوشتم. انا این باشد از من به عمر خاطره. آنها را با شما و شما را به خدا می سپارم. خواطر نشم. آنها را چون فرزندانم نگاه میکنم. خدا یارتان خاله زیناب. به دیلا گویید که با فؤاد خاندار شود. میلش پسرم میگویم. مادر جان خدا شفا دید. سلامت باش طاهر. با تو حالا خیستن ممکن نیست. احوالم بد است دکتر. خواطر نشو نمیمیری. حاضر مردن نمیخواهم. کارهای زیادی را باید به سامان رسانم. دیلا چرا این طور کردی؟ با او خدا شفا دید هم نگفتی؟ شما گفتید که کفایت. دیلا من با کلباشه هم میروم. با مادرم سوزان دارو گذراندن لازم. با این دختر چی شده است؟ فؤاد من کمی بهتر میآیم. مادر دخترم مادر جان بیاید زودتر رویم. اگر پس از بازگشت مرا نیابد چه خیلی میفهمد که برام زنده است. برفین ایستا دخترم. خاله وقتمون خیلی تنگ است. صبر کن کیچه، به دخترم گفتنی دارم. برفین حاضر به تو یک چیز میگویم که تا حال به کسی نگفتم، لیکن از ناچاری این کار رو کردم. گفت زنید مادر جان، گوش میکنم. برات نمرده است. چند وقت باز در ده همون است. مادر چی گفتنید؟ پس احکام کیست؟ او دکتر طاهر است.
چی؟ واقعا می شود؟ ها بخیر است؟ آقای دکتر طاهر اکای من بوده است. او در اصل اکام برات بوده است. آخر برات چند سال پیش مرده بود؟ نمرده بود پسرم. برای او را از زوای خونی نجات دادم، دروغ گفتم. خواستم دخترم هم داند طاهر برات است. او خواهرش بودنم را میداند. او همین را میداند. البته میداند. تو را هم بسیار دوست میدارم. تو خیلی زیق شد که تو را باری هم به آغوش گرفتم. خواهرم گفته نتوانیست. او در حقیقت همین طور گفت مادر جان. اکا جانم کاش در نزدش میبودم و او را با آغوش گرفتم. اکا جان گفتم میبوسیدم. یلمز میخواهم که اکام را پیش از رفتن یک بار ببینم. حق داری برفین، باید اکات را ببینی. هیچ ما را همینجا منتظر شود. ما زود به هر هفته برمیگردیم. کمی دیگر ماند. پسرم را از دست آنها نجات میدهم. بله نجات میدهم. چرا به من اینطور نمیگری؟ نمیتوانید، میترسید. نه، به من باور کن. میتوانم. میبینی میتوانم. مادر شما با کی گپ میزنید؟ نمیبینی با دیلیک صحبت دارم. بیاد مادر بنجوش شنید. حاضر من با شما سوزن دارو میگذارم. شما خودتان رو بهتریست میکنید. نه من نمیخواهم. طاهر از سوزن دارو بیزور شدم. یکی مادر جان رفت نکنید. قول میدیم که درد نمیکند میلش. از سوزن دارو بیزور شدم پسرم. طاهر پسرم. دیلا دخترم چه شد خالای زیلول؟ من فوراً دکتر رو دیدن میخواهم. آقای طاهر به کلبهشان رفتن. به نزد خانم رو بیار. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. نه طاهر خوب کردن نمیخواهم. پسرم شد مادر جان. استراحت کنید. چی شد مادر بخیر است؟ گوش کن پسرم. به برفین همش رو گفتم. برات بودنی تو رو گفتم. اکم را دیدم میخواهم گفت. تو رو انتظار است پسرم. چی؟ در کجا؟ در دهه. سینان آنها را جستجو میکند. با دهه آمدنشون خطرناک است. چرا راهمان را عوض نموده به دهه آبی کلان آمدیم سینان؟ این سردارانمان خبر فرستادند. داروهای زیاد جمع کنید گفتند. در نقطه های طبی منطقه چقدر داروی باشد با آنها میفرستیم. مگر او دکتر نیست؟
همراهش مادری مژده است. عجبا، اینها به کجا می رفته باشند؟ شاید آنها در همین جا پنهان شدند. نیست. حاضر می فهمیم. با من بیایید. بیایید. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باش. برفین در درون است. سلامت باش. برفین. اکا جون. برفین. برفین گریه نکن. خواهش میکنم گریه نکن. قربانت شوم اکا جون گریه نکنی. گریه نمیکنم. تو هم گریه نکن. اکا جون من چیدم شما رو پرداخته روم. از روی دون سر نشدم. شما رو اکا گفته نتوانستم. زیغ نشو. باز هم دیگر رو میکنیم. انشالله همه وقتی یک جو زندگی میکنیم. سینان میآید. سینان میآید. باشید اینو شد زودتر. شما رو نیابند زودتر. بیاید از اینجا گریزید. تنها یک راهی برآمده است. از آنجا برآمدن نمیتوانیم. برو میبینم. چیکار میکنید؟ وزیر گفت پنهان شوید. زودتر. آنها را از آنجا مییابند مادر جون. چاره دیگر نداریم اخیر. خدایا به ما کمک کن. زود اطرافشان را احاطه کنید. زودتر. اکیم با من بیا. در اینجا چی میکاوی دکتر؟ گوسفند بیمار شده است. طبابت میکنم سینان. تو دکتری یا اون که بیتاره؟ تو را با گوسفند چی کار؟ تو را هم طبابت کرده بودم سینان. صبر کن ایتن. دکتری احمق، آن زبانی درازت را بریده میپرتم. فهمیدی؟ سینان خودت در اینجا چی میکوبی؟ چی کافتنم را میدانی دکتر؟ در اینجا بغیر از ما کسی نیست. تو دمت را گیر. گپ نزن. دروغگو بودن را من نغز میدانم. برای یک گوسفند به اینجا آمدید؟ بله. دکتر راست میگوید ایتن. در هر کجای بیمار باشد شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نمورهای نو خبر شوید. با او باور نمیکنم. شاید آنها را در زیر این کاخ پنهان کرده ای؟ اینجا نیستند. آنها در کجایند دکتر؟ نمیدانم سینان. شما نمیدانید، اما من میابم آنها را. میابم. برای تویت ارمغانی آماده کردم دکتر. در تویت اشتراک میکنم. هیچ کس نیست سینان. را گردید میرویم. آنها باز برای چی به دیها آمده باشند؟ کی میداند که باز چی نقشه دارند؟ شما هم اینجا مانید. صفا با من بیا. ایتن تو هم. همشیره با ما دارو لازم چقدری باشد بیار. دارو برو نمیدیم. آنها با مردم لازمند.
چکل با مردم لازمند. ما در کو برای آنها مبارزه میبریم، تو باشی اینطور میگویی. کمی زودتر دبر زیاد نکنو، رفتا داروها را بیار. ایتن وای وای ایتن نگر عکس دکتر بوده است. این قدر خوشروی بوده است. و مثل گیپوکرات. ایتن جمع کن، یک دانه هم با آنها نمان. جمع کن. لیلو دکترم، دمیر از بلندی افتاده است. دکتر همینجاست؟ نه اما که امید، با کجا رفتنش رو نمیدونم. چوپانها او رو یفتن. من تا آمدن دکتر با او دست نرسانید گفتم. حاضر آقای طاهر رو یفتن میبرم. دکترم. وای پدری معلمه هم اینجا بوده است. ما را سخت انجام دی. دخترت را به دکتر میدهی، به قریبی توی داری، و ما دعوتنامه هم ندادی. خفه نشو آقای سینان، لیکن تو کی با یگان جو با دعوت ما رفته بودی؟ به اینها نگر، همشون شوق شدن. رفتیم بچه ها، راه گردید میرویم. از پسی من. دیامنی ترونی آچامن دیامنی ترونی آچامن دیامن. آقای طاهر فورا رفتن لازم. چی شد است دیلو؟ چوپانها در کو خدمتگار آقای رافی رو یافتند. زخم دار بوده است. برای او رو آوردن آقای حامد شما رو انتظارند. خدمتگاری آقای رافی گفتی؟ بله، از ناحیه به اومده است. دمیر برگشت. رئیس با این تلفن ویرانت که بودنش را نفهمیدم. رانده آمدن. زود باشید بچه ها. بیارید. احوالش دور است دنبال. این حال هیچ چیز گفتن نمیتوانم آقای رافی. با او چی شده است؟ از بلندی افزیده است. پیچیده مجروح شده است. آقای حامد رفت. من به نقطه تیبی میروم. مایلش زود رفته بیو. طاهر پسرم، احوالش چی است؟ بیهوش است. گپ زده میتواند؟ یک چند مدت نه. خیر مایلش، من به خانه میروم. مایلش. من در کجایم؟ پسرتان رو میبرد، شما باشد خبر نداره. پسرم را به او نمیدیم. خواهیدی به او نمیدیم. خانه دار میشوند. چطور صدی راهشون میشوید؟ او را میکشم. خانه دار نمیشود. میکشم. دمیری بیچاره، خدایا خداوندو با او مدد رسون. رفتیم ینگه جان، میرویم. آیشه تو هم با ما بیا. چیکار کنم زینب؟ به خدا خیلی زیق شدم. اگر به او یگون چیز شود بیشتر زهرو چیکار میکنم؟ دعا میکنیم ینگه جان، خدا بزرگ است. چی شد علی؟ اکای دمیر رو به خانه آوردن. احوالش چی خیل است؟ نمیدونم، بهوش خواب است.
بیاید رفتیم مادر جان. شما رفتن گیرید ینگا جان. من در رو محکم کرده میایم. مایلش. پسرم را از من گرفتن نمیتوانی زینب. تو رو میکشم. خانم را بیار. شما چیکار میکنید؟ میکشم. تو را میکشم. از من چی میخواهید؟ با پسرم خانه دار شده و رو از من گرفتن میخواهید. اگر من رو کشید به طاهر چی میگوید؟ طاهر من رو دوست میدارد. اگر من رو کشید طاهر رو تماما از دست میدهید. راست میگویی، لیکن نمیفهمد که من کشتم. ایستا دخترم، عذر میخواهم. التماس با او نگوی، با طاهر هیچ چیز نگوی، وگرنه من رو ترک میکند. چرا این کارو کردید؟ چرا ما رو کشتن خواستید؟ برای حمایه کردن فرزندم. چقدر حمایه بود است؟ شما رو از من حمایه میکنید. بله. اگر تو را به قتل رسانم به طاهر خاندار نمیشوی. و آقای حمید هم برات بودنش رو نمیفهمد. شما چی گفتید؟ من چی گفتم؟ طاهر برات است گفتم؟ برات که پسر زلال؟ البته تو نباید با دشمنی جانیت خانه دار شوی. با دشمنی جانیت خانه دار شوی. من چی؟ شما چی ها میگوید؟ همه این ها راستن. راستن، لیکن خواهش میکنم به طاهر نگوی. به اون نگوی من قصد جانت رو کردم. دلی گناهگار است. او گفت که تو را به قتل رساندم. به طاهر نگوی. برات است. برات نگوی. برات است. چی شد پسرم؟ دمیر به هوش اومد؟ نه مادر جان، حالا هم بیهوش است. پسرم من میترسم.
مبادا به خوش آمده برات بودن تو. مادر خواهش میکنم آرام باشید. دانستنش معلوم نیست. از کجا برات بودنی مرا بفهمد؟ این طرف نگوی. شاید پدرت در این باره به یگان کس گفته هست. شما زیر نشوید. وقتی با خوش آمدنی مادرم رسید تخوید کی میآید؟ خانم رابیه را کی از اینجا میبرد؟ بگو انشالله میآید مادر جان. خیر شبی خوش. شبی خوش. دمیر در این احوال باشد ما توی کردن نمیتوانیم. امید احوالش چقدر است تویر؟ او را معاینه کردم. یکم جایش نشکسته است. شاید عضوی بدنش لط خورده باشد. بعدی به هوش آمدنش میفهمیم. او کی به هوش میآید؟ معلوم میشد که عضوی خیلی بلند نفیده است. دیر به خود میآید و شاید هم گذشته‌اش را به خاطر آورده نتواند. انتظار میشویم. مایلش کاری از دستت می آمده را کن پسرم که باهوش آید. خدایا بوز درغم جانو قصاب درغم چربو باعث اول او صحت شود. امید صحت می شود. انشالله صحت می شود. باهوش آمده کی بودنی برات را با ما میگوید. البته میگوید. آقای طاهر دقایتان آمدند. دخترم تو رفته او را به خانه بیار. مهمانمان شود. لازم نیست. او برای بردن مادرم آمده است. باید هر چیز زودتر مادرم را به بیمارخانه برم. پسرم به خدای دمیر خود را از دست نده. زینب با تو شد خوبی؟ بخیر است دخترم؟ اگر خواهی رفته ینگه کلی رو دویق میزنم. نه پدر. زینب چرا لباس های در زمین است؟ من خانه دار شدن نمیخواهم پدر. بس کن دخترم. چی شد؟ چرا این طور میگویی؟ هیچ چیز نیست. تنها خانه دار شدن نمیخواهم. چرا زینب؟ چرا دخترم؟ چرا این طور میگویی؟ این کاری بازی است مگر؟ میمونه آمدن من با آنها چی میگویم؟ خانه دار شدن نمیخواهم پدر. دختر جانم تو چی مرا شرمنده کردن میخواهی؟ پدر نمیخواهم گفتم نمیخواهم. این طور نکن ایست دخترم. درو یک دم ایست دخترم. زینب بیادم ایست امید. چی میخواهی دکا؟ تا دمیر سیاد نشود توی نمیکنی. یکا چه میگوید؟ یا خدایا غم و دردی خودم کمی که با شما پیدا شده. زینب باید تا با آخر رسیدن طبابتشان در بیمارخانه مانم. فهمیدم طاهر. او را تنها نگذاره تبا. خواطر نشو. گریه نکنید مادر جان. مرا با آنجا نفریست بزرم. از من جدا نشم. جدا نمیشم مادر جان. آخر شما مادرم هستی. به خبرگیری من میایی پسرم. البته میایی مادر جان. البته یک بار دیگر مادر گوی پسرم. مادر بیا رفتیم رو. خیر مادر جان زیخ نشوید. بیا رفتیم. تو بازی خوب خیر رفتیم.
همه جا پورا سربازان است. به فکرم عملیات میگذرانند. با این احوال از سرحد گذشته نمیتوانیم. پس چی کار میکنیم؟ در همین نزدیکی ها یک خیش دارم. شما رو در اونجا پنهان میکنم. دلو در درون یکون کس هست؟ تنهایم خاله جان. آقای طاهر به کلبهشان رفتند. احوالی دمیر چه خیل است؟ حالم به خود نآمده است خاله جان. بیچاره دخترم. یلمز به من یک امانت داده بود. یلمز رو در کجا دیدید؟ به دیه آمده بودند. یکون کس نفهمد گفتد، به تو هم نگفتید. خفه نشو. این ساعت را برای عمر داد. مکتوب را باشد برای تو. چی نوشته است دیلو؟ میخواهد که با فؤاد خانه دار شوم. یلمز راست میگوید دخترم. من دیلوی با عقلم. این طور نکن. دیگر اکاد هم روزی است. تو هم یک باری دیگر فکر کن دخترم. خانم دیلو. لبای آقای فؤاد. گمان کردم که کسی نیست. شما را دیده خرسند شدم. حالا صحت نشده اید. چرا از جایتان خیستید؟ خودم را خوب حس میکنم. پگاه توی است. اشتراک کردن میخواهم. خدا به طاهر و زینب خوشبختی عطا کند. انشاءالله خوشبخت میشود. با کجا میروید خانم دیلو؟ طاهر رو از قلبم پاک نسازم با کسی خانه دار نمیشد. من به عمک داود همش رو فهماندم. شما رو پنهان میکنم. درایید. هر دیاتون خوش آمدید. سلامت باشه. تو چه نام داری؟ نامم صد است. من برفین. نامی او یلمز است. درایید. سلامت باشید آقای داود. ما را در خانه تا مهمان کردید. تشکر. هیچ غم پسرم. اما ما در این دنیا مسافریم. خود را ناراحت حس نکنید. اینجا را چون خانه خودتان دانید. در اینجا من و صدف تنها زندگی میکنیم. چرا تنهایید؟ آیله‌تان در کجایند آقای داود؟ پسر و کلینم در مینه ترکیدن دخترم. من و نبیرم صدف تنها ماندیم. خدا رحمتشان هم دردی را قبول کنید. خدا راضی باشد. خیر یلمز. هر دوتان همراه عمک داود میمونید. من میروم. کیچه به کجا؟ گرد و اطراف رو از نظر میگذارم. برای با اون طرف سرحد گذشتن راه میجویم. من هم همراهت میروم که چه. شاید از سربازان یگون معلومات گیرم. میل شما که داود. چای می نوشه؟ البته می نوشه. من علاقه مادر و اکا هم رو پزمون شدم. در مملکت بیگونه چیکار میکنیم؟ طاقت میکنیم برفین. چاره دیگر نداریم.
زینب زینب لباس های دامادی هم رو پوشم میبینی کدامش بهتر است نمیدونم یا اینکه بگاه پوشم تماما نپوش من زنی تو شدن نمیخواهم زینب شرف مدیا تقدیم میکند